برای کشتن یه مرد لازم نیست چاقو برداری بزنی وسط قلبش. فقط کافیه یه بار بگی فلانی رو دیدی چی واسه زنش خریده، اون یکی رو دیدی چه جوری واسه بچهش سنگ تموم گذاشته. روانشناسا میگن مردا هویتشون رو با توانایی هاشون میسازن، با کاری که میکنن، با پولی که در میارن، با سقفی که میسازن و بهش میگن این خونه منه، این خانواده منه. وقتی یه مرد رو مقایسه میکنی و میگی اون از تو جلوتره، تو گوشش این نمیپیچه که اون بهتره، تو گوشش میپیچه تو به درد نمیخوری. مقایسه شدن زهر خاموش مردم هست، یه زهر که آروم آروم اعتماد به نفس رو ازش میگیره، امیدش رو میکشه، انگیزش رو خشک میکنه. اینجوری میره تو خودش، با خودش میجنگه، خشمش رو میجوه و شب به شب لبخند زورکی میزنه که بگه مهم نیست، ولی از درون داره متلاشی میشه. مردا با مقایسه زخمی نمیشن، بی صدا میمیرن.